تلگرام کانال به مقامات حفظ حقوق روسیه نزدیک شد شام هفتم ینوار سال 2024 با تکیه به منابع خود خبر داد که بلاگر زاده تاجیکستان که در مسکو با جرم برانگیختن کینه و عداوت ملی دستگیر شد سلیمان جمعبای نام دارد و به او برای تحقیر و پس زدن شان و شرف دختران روس در ویدیوهایش تا 6 سال زندان تهدید میکند. قبلا نیمه اول روز هفتم ینوار بختاور جمایف خبر داد که شب گذشته یک بلاگر تاجیک دستگیر شده است. بختاور جمایف گفت او را قبلا تهمت کرده به ضدش معرکه ساخته بودند به یگان گناه. بختاور جمایف شام هفتم ینوار تصدیق کرد که پرونده جنایتی بر اساس بند و قسم دوم ماده 282 کودکس جنایتی روسیه با اتهام برانگیختن کینه و عداوت ملی و پس زدن شان و شرف به ضد بلاگر تاجیک سلیمان رجبزاده که با تخلص سلمان کین معروف است کشته شده است. اولین ویدیو صحنه سازی شده است ولی ماس همین ویدیو سر و صدای زیادی بپا کرد. در کانال های گوناگون در تلگرام پهن گردیده و شهروندان به خشم اومده به کمیته تفتیشات روسیه شکایت فرستادند. خیلی امیدوارم که دادگاه قرار عادلانه خواهد برآورد، نوشته از بختاور جمایف. بلاگر زاده تاجیکستان سلمان جمعبای رجبزاده در مسکو با اشتراک دخترها وین و پرانکو ثبت و نشر میکرد. در این ویدیوهای اکثرا صحنه سازی شده او به نزد دختران چهرهشان سلاویانی اومده از آنها بوسه و رقم تلفنشان را میپرسید. رسانه‌های روسیه می نویسند که شهروندان در این ویدیوها کوشش همچون دختران سبکپا و دسترس نشان دادن دختران روس را مشاهده کردند. به نظر آنها چنین رسید است که بلاگر تاجیک میخواهد نشان بدهد که دختران روس بر کسی تصادفی که بار اول میبینند تیارند بوسابوسی کنند و رقم تلفن خود را بدهند، ولی خشم تماشابینان را به ویژه ویدیویی که روز 9 دکامبر سال 2023 نشر شد برانگیخت. این همون ویدیو است که کسی الاف میزند که چه خیلی با نتاشا کیف میکردم و هم ادامه میکند که به زودی همه دختران روس زنان ما میشوند. ابرهای سیاه بالای سر بلاگر تاجیک روز 6 ینوار سال 2024 وقت جمع شدند که رئیس کمیته تفتیشات روسیه الکساندر بستریکین که با موقع آشکارای موجر بدبینانش نام برآورده است از مقامات تفتیشات شهر مسکو تحقیق ویدیوهای تحقیرآمیز نسبت به دختران روس از جانب بلاگر زاده تاجیکستان را تقاضا کرد. بستریکین این پرونده را هم زیر نظارت خود گرفت و سردار سراسر تفتیشات پایتخت روسیه استریشکوف طلب کرد که درباره جریان تحقیق قضیه به او اصابت بدهند. در رسانه‌های اجتماعی خبرها درباره از جانب یک زاده تاجیکستان نشر شدن ویدیوهای صحنه‌سازی شده که در آنها دختران روس را به مسخره میکشند پهن شدند. این مهاجر دختران ساکنان مسکو را به گونه نامناسب نمایش داده نسبت به آنها شرح‌های قبیح را نیز روا می‌بیند. ادعا شده است در گزارش خدمات مطبوعات کمیته تفتیشات روسیه ولکه روز هفتم ینوار سراسر تفتیشات شهر مسکو در کانالش در تلگرام خبر داد که شعبه تفتیشاتی سیمونوف نسبت بلاگر تاجیک بر اساس بند و قسم دوم ماده 282 کودکس جنایتی روسیه با اتهام برانگیختن کینه عداوت ملی و پس زدن شان و شرف پرونده جنایتی گشوده است. فعلا گمانبر شونده دستگیر شده با تدبیرهای تفتیشاتی گذرانیده می شوند. بنا به معلومات تفتیشاتی زاده تاجیکستان روز 9 دکامبر سال 2023 در زمینه مناسبت خصومت آمیز نسبت به نمایندگان ملت روس ویدیوها را ثبت و سپس در اینترنت نشر می کرد که در این ویدیوها علامت‌های پس زدن شان و شرف انسانی دختران سلاویانی دیده می شود. گفته می شود در اطلاعیه مقامات تفتیشاتی ویدیوی با دستان زولانه پیچ به بازپرسی آوردن بلاگر تاجیک را نیز نشر کردند. تا کنون درباره دست کم 3 پرونده جنایتی به ضد بلاگران زاده تاجیکستان در روسیه خبرها نشر شده بود. از جمله یک بلاگر 40 ساله زاده تاجیکستان ماه سال 2022 در عین اوج پاندمی کرونا ویروس در ولایت نیژنی نوگورود روسیه با اتهام پهن کردن معلومات بر دروغ درباره کرونا ویروس، درباره واکسینه ها و همچنین در دوران پاندمی کرونا ویروس برای یک پرانک در مترو مسکو درباره این بیماری بلاگر دیگر تاجیک کرامتولو جباروف دستگیر و سپس 2 سال و 4 ماه به زندان محکوم شد. او را بعد آزاد شدن از روسیه به تاجیکستان اخراج کردند. در تیر ماه سال 2021 باشد برای در نزد کلیسای وسیلی مقدس در مرکز مسکو گرفتن عکس‌های خصوصیت شبانه داشته
بلوگر زوده توجیکستان روسلان بوبیوف و دوست دختر روسش آناستاسیا چیستووا دستگیر و کدام به دام زندان محکوم شدند. روسلان بوبیف سال 2022 از محبس آزاد شد و او را هم از روسیه دیپورت کردند.